Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va kulli mardumi musulmoni g'arib va musulmoni tamom dunyo ki سلام خدمت میرسونم که امروز حرمت نکنین و دستگیریمون نکنین. برادر عزیز باور که تو امروز توقعت کردم دیگه نشی برای نمی برادری که نگاه کنه که خداوند چقدر نورش داده است، خداوند چقدر ریشش داده است، چقدر نور الهی داده است. نه که عقل ندادگی برای این برادری ما عقل کم ترک از عقل قرضدار است. خدا رمضان جان برادر عزیز باور که وقتی من ترا زنگ زدم تو مرا میشناسی، خشرو مرا میشناسی. وقتی که من ترا زنگ زدم تو خاتمه 12 منوت گپ زدی. تو برای نای اکا ویدیو کرده که برای چی باید صورت رکلام میکنی، برای چی بلوگرت رکلام میکنی، کار که خطا است. اما که گوش ما یک لطفا میفهمونم میدونم که گرچندی ویدیو زیاد میشه و نگه تو خشرو گوش که به سواد بدن تا با میگم پیش کی بدن تا کی یا ویدیو میکنی بخشش میپرسی اکا با میگم 12 منوت خاطر گپ زدگیم 12 منوت سوال جواب کردگیم در یگان سوال جواب دادگی بود از گفتگی که ما ایرو کتاب میخونم ایرو کتاب در ویدیو گپ میزنم سواد ندارم خودت گفتگی گپا با میگم که در پیش خلق کاری نکن که پازورت کنم فتیروسو شرمندت کنم هر یک تشه بمونم هر یک دکزت هر یک گلوسی که روی کردگی در تلفن ما هسته میمونم با خوبی میگم تاگی میبرو ای ویدیوی کردگی بخشش میپرسی که تو اگر یک چین میگم که تو چنی همی اکا اگر 100% نه 10% برای خلق مسلمان 10% چیز رسیده باشه ما میگم گپ ندارم تا امروز میخیزی میگو تو این بلوگر برای چی بلوگر انا که من تو را مثال میارم ازیگواین یعنی آدمی که دارن برای ازیگواین نه که همین شخصیت ها این شخصیت ها انا این بودکار دستی برای من یک تا انا ایش دو تا دیدی آخی انا اکرا دیدی سه تا برای انا این شخصیت ها اینا شبو 2 روز 3 روز شبو پرامو ایفیده ششتگی وقتی قیمت های خودشون نگذراندگی چیکاردگیان 500,000 جمع کردگیم برای این برادر برای سلامتیشون برای یک برادر مسلمانی هر مومن برادر مومن میگیم امروز نه که تو چیکار میکنی برادر جان باور کن ما که سواد اسلامی مقصد خوب ندارم نه که الحمدلله ای بعضیتون ریشتون میمونین در اینجا میبروین الله شاهد تا این روز که از چیز اسلام گپ نمیزنم الله شاهد با میگم که ای بعضی نملوهایی که ریش میمونه خیلی در اینجا میبرین چی اغوا میده چی میده از بعضی های سوادم در اسلام هم زیاد داره با میگم که گرچندی خدمون نشان نمیتیم با بیو با فقط با دکزت بیو بحث میکنیم در اسلام با قطعی بعضی ها بیو در اسلام بحث میکنیم با میگم که اینمی اکایش بستی خوبی بفرستم اگر همه ویدیو ما برام 3 روز اجداد میکنم تا 3 روز ویدیوی بخشش نمیکنی ایرا فراموش نکن خداوند در طور سرای هر یک ویدیوی خاطر گپ زدگیم تکزده که به سواد بدن اختیار خود گفتگی که ما سواد ندارم در بین خلق میبرم میمونم ایرا فراموش نکن میگن که ایزای مومن حرام است نه که چیکار کردی مایل هم برادر ما خطا کرد تو زنگ میزدی نمره برادر همه نمره مرا همه میدونن تو برای پرسموتر کردی بیا تو در یک دکزتی عادی چند حدیث گفتی چند حدیث در اینترنت گفتی کدومش پرسموتری 10-15 هزار گرفت کدومش تو دکزت کن یگان تاش وقتی فیروزه حفیظ و رسیدی نک رسیدی ایش رسیدی اوش رسیدی 500,000 600,000 پرسموتر گرفتی یا گفتم دروغ است подписчиков چی خواستم برای کی میدونید که ایو در اینترنت مشهورن اگر اینو رو برسم подписчиков میخزن نه که فکر نکردی که آبرود نمیخزه نورد آبرود پایان میره برادر عزیز همچون برادر میگم تا که همچون برادر تو امروز خفت کردم اونجا تو گذروندی تو بسیار من نصیحت تو اهمیت دادم تو بسیار آدم رسیده بودی برای انمیقا مطلب ویدیو کردم میروز تو ای خداوند شرم نمیکنی که تو ویدیو کردی در آخر ویدیو گفتی که رکلام کتابای مرا بخرن این نمی نمره این نمی واتساپ این نمی خیر ما اینا مرا همه شخصیت میدونه که یک کس داریم این نمره در پایم دگی همه میدوند که
من مثلا کارم همین هر یک ویدیو مده خواه زبورم باشه در پایان کارتای همون معیوبا کسلی باشه نه که در این بلاگ اویا کس هم میمونم ولی همه میدونه که مثلا کارم هست با رکلام هست حتی چیکار کردی خیب قبلی تو ملا نه ملای خیب هستی شیطان هستی با میگم که دکازت میکنن برای همین به خوبی خوبی اگر شرمنده یوتیوب نشای در بین خلق مسلمان شرمنده نشای با میگم که زبطات هم میمونم که بسواد گفته در بین خلق میمونم تا گلوسات هم هسته ویدیوات هم هسته میمونم با میگم خداوند این نور را دیده کاری نکن که با خداوند نور تبیره در بین خلق شرمنده شای با خوبی بگو ویدیو که بگو بخشش زیاد که من مکر رسیدم تو زیاد میدونی که اکای بابا جانا چی قدر اکای بابا جانا منفیتش مثلا خوبیهاش در خلق غریب رسیدگی ایره همه میدونه اگر گرچندی ما هم خوبی هایی که ما هم در مردم غریب کم میرسیم نگه یکا به نهایت زیاد رسیدگی این اکا سبب شدگی خداوند شفای چند کسا اویله ها چند کسا خداوند فرزنده های هیچ و هیچ کسا درد نبینه نگه چندینو خداوند مثلا این شخص سبب کردگی و چند کسا مقصد زندگیشون خوب شدگی برای همین با میگمد بخوبی میگمد ویدیو که ببرو بخشش پرس این شخصیت هایی که در روی اکران دین این شخصیت هایی که نرس کاری خیطه که او آیپاسی کارشه خداوند هر یک تا نگهبان باشه برادر عزیز میدونم ویدیو رش ما پهن میکنین در گوش انمون ابله ابلیس برای برسونین که 3 روز وقت اگر نکنه همه ویدیو را میبرونش نه با میگو ویدیو را میبرون در ماه شریف رمضان نخواستم سخن بدت بگم نه که مجبورم کردی برای همیقه با خوبی ببرو ویدیو که بخشش پرس بگو من نفهمیدم خطا کردم برای خداوند هر یک تا نگهبان باشه در آخر گفتنی هم که کدامی ده بلیت ها در کره بلیت ها با تمام دنیا میدونم بسیار دکمه نداری بسیار که خونه رفته نمیتونی این نامر ایم جای کار دوی بلیت هم میخری هنوز تاکسی باشه تا ایرپورت میره بلیت میپری میره کدامی ده بلیت الکترونیک کاغذی هم چیزی بخوای نمره ما در پایین است زنگ بزنید 24 ساعت کار میکنه خداوند همه تا نگهبان باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته